بانک ملی تاجیکستان خبر داد که با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان از 22 دکامبر سال 2022 تحت رقم 146 بنابر سبب به آخر رسیدن مولتش اجازتنامه مانی گرام پیمنت سیستم قطع کرده شد. ریاست بانک ملی به این شبکه بزرگ پول فرستی از 30 آگوست سال 2019 در اساس ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازتنامه‌دهی به بعضی نمودهای فعالیت و ماده 77 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان اجازت فعالیت در جمهوری را داده بود. مانی گرام شرکت امریکایی بوده دومین شبکه بزرگ پول فرست در جهان دانسته می شود. این شبکه در بیش از 200 کشور دنیا فعالیت و در سراسر جهان 347,000 دفتر و نمایندگی دارد. ریاست بانک ملی تاجیکستان همزمان بنابر به سبب به آخر رسیدن مولت عملش اجازتنامه باز یک شبکه پول فرستی جمعیت دارای مسئولیت محدود بیسترا نیز قطع کرده است. اجازتنامه این شرکت روسی نیز 30 آگوست سال 2019 داده شده بود. در اساس قرارهای مذکور اداره نظام پرداخت بانک ملی عهدهدار گردید که در فهرست اپراتوران نظام پرداخت ثبت‌های دخلدار را وارد نموده این دو شبکه را از آن فهرست خارج نماید. بانک ملی تاجیکستان سال 2019 مرکز ملی پروسسینگ را به کار درآورده در پی آن از شبکه‌های پول فرست طلب کرد که در تاجیکستان از نو ثبت نام شده در بانک ملی دپازیت گشایند. بانک ملی در پی آن بازسازی به شبکه زلاتای کرونا یکی از بزرگترین شبکه پول فرستی در پهنای شوروی سابق دیگر اجازه فعالیت در تاجیکستان نداد. شبکه‌های پول فرستی برای کشورهای مهاجر فرستی چون تاجیکستان خیلی مهم به شمار می روند، چون که اکثر مهاجران معاش خود را به وطن از طریق همین شبکه‌ها می‌فرستند. سال 2021 تنها از روسیه توسط شبکه‌های پول فرستی به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول انتقال دادند که قریب برابر بودجه سالانه این کشور است.